سابقه‌داران جنگ و محنت، مهمانان گرامی، هموطنان عزیز، روز 9 می به پیروزی بزرگ بر فاشیسم 70 سال پر می شود. جنگ دوم جهان در تاریخ انسانیت از جمله فاجعه بارترین جنگ ها به حساب رفته. عاقبت های دهشتبار آن تا هنوز در جسم و قلب های آدمان و خاندان مردمان گوناگون عالم از جمله خلق تاجیک احساس کرده می شود. در آن سالهای مدهش برابر بر سر قدرت آمدن نظام فاشیستی اکثر دولت ها و خلق های جهان را خطر محرومیت از آزادی و استقلالیت تهدید می کرد. ولی در نتیجه مبارزه قاطعانه خلق ها آتش جنگی دهشتناک خاموش و آزادی مردمان سیاره تامین کرده شد. ما امروز با منبر نیز با افتخار خاطر نشان میکنیم که برای تامین غلبه تاریخی در برابر همه خلق‌هایی که بر ضد استبداد فاشیستی مبارزه بردند، جوانمردان با ننگ و ناموس تاجیکستان نیز سهم سزاوار گذاشتند. ما همیشه تاکید می‌سازیم که شجاعت و دلاوری فرزندان بهار و ناموس ما در سالهای جنگ دوم جهان نمونه عبرت وطن دوستی و سبق بهترین مردانگی و وطنداری برای نسل‌های امروز و آینده میباشد. آموزش تجربه زندگی، مسئولیت و مشورت، کار و پیکار و زندگی و فعالیت سابقه‌داران جنگ و محنت و نسل‌های امروز و فردای خلق تاجیک در راه رشد دولت صاحب استقلال و حمایه مرزوبی آن دستور زنده عمل و شمار می‌رود. تعدیل همه ساله روز غلبه بر فاشیسم و جهانیان بار دیگر ثابت می‌نماید که دوستی و همکاری و تحکیم روابط نیک و سازنده خلق و دولت‌ها عامل اساسی صلح و ثبات و بنیاد روزگار آرام و آسوده بوده. تنها با سعی و تلاش یکجایه بر ضد نیروهای بدخواه ایستادگی کردن ممکن است. بخصوص در شرایط ناآرام و بسیار مرکب امروزه که تهدید و خطرهای جهانی روز تا روز وسعت پیدا کرده ایستادند، ترغیب و تشویق صلح و دوستی و کارنمایی‌های فرزندان دلیل شجاع وطن برای مبارزه بر ضد خطرهای معاصر از قبیل تروریسم و افراطگرایی و ملتگرایی و نجات پرستی با مقصد تربیت احساس وطن دوستی و آزادی خواهی نسل‌ها نهایت مهم میباشد. در شانزده‌سالگی رفتم اما تبدیل خود دخیلم کردن 6 ماه خواندم از کمادر شدم. اول با من آدم‌ها را خواندم 6 هفته در زنگ روان کردم. بکنات خدمت رفتم رفتم شد حتی رماسم. شما وقتی جنگ رفتید اما
منظره جنگ چه خیل بود؟ منظره جنگ منظره جنگ آمد تگال دارم چی اون سویش منظره چی مثلا یک همی صحنه ها را میتونه نقل کنه مثلا؟ نمیدونم همون جمع دوید نگرم خیلی اگر شنیده و سه و تا چی رونا درمون رونا دارم کردم اول جنگ بعد این بالا در ورشاب دارم کردم ورشاب اگر شب باید شهر دیگر ورشاب رو دارم کردم اینجا با برلین دارم کردم تا آخرش رفت پی خودم بودم آویت کردم بودم هم پی خودم بودم آویت همین آواز خودم بعد بر آواز بود چیلا خونده مقصد تمام کردم شش ماه خونده بعد 6 ماه بعد پرواز کردم 12 پرواز کردم نشته یاشنا 16 دادم مخصوص معلوم 16 شد 16 دادم بعد این پون ورم کردم کمی توقف و تکنیک سرزون سرگرد بعد 23 سالگی دانشگاه کردم 42 بعد چی رفتیم لیسانس کتاب شهرسال در همونجا 6 ماه ایستادیم بعد 6 ماه همونجا خیلی دونباس بودن و رسولگراد کییو سراتو بعد اینجا با جنگ بودن بس در که بفرا میشم شما وقتی هم داخل جنگ شدید منظره جنگ چه خیل بود؟ منظره جنگ همی کی سر مکان همون ویگای اول رفتگی نه کسی ما در پوست کمونده باقی مونده یا بطلون هم تیر خورد یا تا زنده نمون شما باوری داشتید که زنده برمیگردید؟ نه من همین پیش خیلی دوران میکنم که یاد سا یا پوما گجوی که کلتن شد دو زنده برم من هیچ امید ندارم من حال اینجا تیر خوردن یا تا نمیدونم